به نام خدا. من امروز میخوام دروغ بزرگی که جناب خان گفته رو افشا کنم. این دروغ خیلی بزرگی. بله اینجا شغل نوشته لبو فروش، مالک باشگاه پاریس سن ژرمن. مالک باشگاه پاریس سن ژرمن جناب خان نیست. بله کل این دروغه و این دروغ بزرگی. بله حالا ما روی باشگاه پاریس سن ژرمن کلیک میکنیم و حالا کاملا معلومه مالکش سازمان سرمایه گذاری قطره و مدیر عاملش ناصر خلیفیه و این واقعا دروغ بزرگیه. این مالک واقعی باشگاه پاریس سن ژرمنه و همه چیز رو جناب خان دروغ گفته. جناب خان واقعا دروغگوی بزرگی است. او حتی ذهن من و شما رو هم در این مسئله ناکام گذاشته. بله و این دروغ بزرگه. بله ناصر خلیفی یک تنیس باز اهل قطر است. وی همکنون مالک باشگاه فوتبال پاریس سن ژرمن است. بله همه چیز معلوم شد. پس جناب خان یک دروغگوی واقعی است.